از نظر من افغان در ایران مجرم و تروریست. من این عکسش شد ثابت میشه. من پایین حرفم هستم تا آخر میمونی دیگه. حتما. اگه هر کدوم نفری 10 تا زایمان کنن، نسل ایران 10 سال بعد چه اتفاقی بهش میفته؟ اتفاقی بدجور. من یه ایرانی هم دوست دارم یارانم خرج افغان کنن. سعی ما رو جدا کنید. خدا خسته شدم از دست شما که چسبیدیم به این دو تا خشت مال دنیا. همه افغان ها و همه آدمای خارجی از ایران باید اخراج بشن. بریم. نریم. ایران داریم. شما بله دقیقا ما راجع به ایران داریم صحبت. دولت نداره اصلا اینجا، مجلس نداره. جدی میفرمایید؟ اینا که ما اینا بعد کجا ما در بردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ بیایید مدارس رایگان، بیایید زایمان رایگان، فرش قرمز. زایمان رایگان، مدرسه رایگان، افغانستانی. اگه قراره باشه که جمهوری اسلامی به افغان‌هایی که مهاجر هستن هویت بده، پس ما باید به اسرائیل هم به رسمیت بشیم. یعنی خود خری میخوان دولت رو بگیرن، میخوان مجلس رو بگیرن، میخوان ایران رو بگیرن، اشغالگری میخوان بکنن. کی بهت گفت اینو بگی؟ بابا جون کی بهت گفت؟ اتفاقا نظر من همینه. هر افغانی هم معذرت و تیر رو بزنه. تموم شد. خیلی تاثیر